دروازه موترت از بیرون واز میشه اما از قسمت داخل اصلا واز نمیشه و سیستمای برقش هم کار نمیکنه. این حال شما یک نفر کار دارین که از بیرون برای شما موظف باشه دروازه را واز کنن. این حال میریم مشکل ذره میبینیم که مشکل در کجاست، چرا دروازه واز نمیشه و سیستمای برقش کار نمیکنه. با ما باشید. قطعه دروازه را شما باید اول واز کنین. هر قطعه موتر که از قسمت داخل اینی رقم پیچکای ششرخی داره، ببینید ایره، یا این رقم پیچای ششرخی داره یا که پیچای چارخی داره. باید که واز کنین. اول که قطعه را واز کردین، قطعه دروازه را از داخل، بعد از باز با اینی رقم پلاستیکا را مندازین این قسمت های بغلش، به خاطر که این نباید باشه که خط خط میکنه. این را انداختین، باز میتونین این را ما پیش از پیش واز کردین. بوره که انداختین راستن واز کنین. این حال میایم سر مشکل.